در آخر الزمان نام شراب را عوض میکنن و حلالش میدانند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که از همه اول برای خراب کردن اسلام از این راه کوشش کرده می شود که شراب می نوشند. صحابه رضی الله تعالی سوال کردند که آیا مسلمان ها هم شراب می نوشند حال آن که خدای تعالی آن را حرام کرده است؟ فرمودند که نام آن را عوض کرده حلالش می دانند. یعنی مدعیان اسلام در آن زمان آنقدر دلیل خواهند بود که به فریب دادن خدای تعالی نعوذ بالله کوشش می کنند. چیزی را که قرآن مجید آن را ناپاک و عمل شیطان و باعث بغض و عداوت مانع از ذکر الله تعالی نماز دانسته و آلت شیطانی قرار داده است، اکیداً از آن نهی فرموده است. نه اینکه فقط آن را می نوشند بلکه نام آن را عوض کرده حلالش می دانند. نزد علما و مفتیان آن را به نام دیگری معرفی می کنند تا فتوای حرمت به آن داده نشود. نه تنها شراب را بلکه در این زمان بسیار از چیزهای حرام را به گونه تأویل کرده حلال می دانند و تأویلاتشان به قدر پوچ و بی‌معنا هستند که حقیقت آن از تار عنکبوت هم زیادتر نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صراحت بیان فرمودند الخمر جماع الاسم، شراب مجموعه مادر گناهان محسوب شده. یعنی انسان تمام گناهانی که در طول عمر انجام داده اونها یک طرف و این یک مرتبه که انسان شراب بخوره این گناهش یک طرف. و محمدا سر و جان من فدای تو، کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو. و محمدا